حالا میشه در مورد وضعیت زندگیتان بر ما بگید؟ وضعیت زندگی ما دیگه خراب است، بسیار زیاد. این کراچی باربری است که گاهی کار میشه گاهی نمیشه، میره و میای مقصد روز تیر میشه. شوهرتان کار میکنه؟ شوهرم برای همچنین شوهرم است، کار میکنه دیگه. 3 نفر هستیم، 2 تا اولادکای مرده. میره گاهی کار است گاهی نیست، برابری است دیگه. ما ماشینی که برتان کمک میکنیم در خانهتان کی یاد داره خیاطی؟ خیاطی این دخترکم یاد داره، من خودم یاد ندارم، این یاد داره. خیر ببینی شما کمک کردی، خدا کدتان کمک کنه، خدا بسیار بتتانه. چند سال از دخترتان در کجا خونده خیاطی را؟ این یک دکان بود اینجا، همسایه ما دکان داشت، این موج رفته خیاطی. دخترم 15 ساله است دیگه. اما این ماشینی که برتان کمک میکنیم و بازم برتان سروی میکنیم، به نظرتان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در زندگیتان؟ حال خیاط داره دیگه، خدا مهربان است. بیشتر یاد بگیره دگان، یاد میگیره، خدا مهربان است دیگه. حال خیاط داره دیگه، شروع کنه دیگه، خدا مهربان است، خدا کمک کنه. به نظر شما اگر ماشینی که برتان بدیم میتونه برتان کمک شود که در مصرف خانهتان برتان کمک شود؟ خدا مهربانه دیگه، شروع کنه دیگه. چی میشه دیگه خیاطی تا نفر پیدا شد که بیاره یک لاوه چیز بند کنیم پیش دروازه. انشالله دوباره هم بازم میبینیم که چقدر تاثیرگذار بوده کمک ما به زندگیتان. انشالله که شما همکاری خواهد شد. خیر ببینید، خداوند دیر سال زنده داشته باش تانه، خدا بسیار بتتانه.